خسته شدم با این ماشین، هر روز مشکل داره، یه جاش خرابه. بابا تقصیر من چیه؟ مشکلی که پیش میاد پنچر شده، الان میرم زاپاس میارم عوضش میکنم. هر کار میکنی زودتر، دیرمون شد. وای زاپاس. مامان تو راهیم، داریم میایم. نهار آماده است خونه بابا مینا، همه منتظر ما هم که درگیر پنچری آقاییم. چی کار داری میکنی؟ عزیزم آروم باش، آچار چرخمو یادم رفته نیست تو ماشین. الان جلوی یه نفر میگیرم پنچرگیری میکنیم میریم دیگه. الو محمد خوبی؟ کجایی؟ میگم من پنچر کردم. خیلی خوب آقا خداحافظ. بذار من از اینا بپرسم ببینم دارن چیزی. ای وای تنها هم هستا حاجی خوراکشه دورش بگردم. بریم ببینیم چی شده؟ بریم ببینیم جریانش چیه. جریان چیه؟ سلام خانم، مشکلی پیش اومده؟ آره متاسفانه پنچر کرد. بله به من میگم آپاراتی سیار همه چی داخل ماشین هست. دادا خدا خیرت بده، 1 ساعت اینجا وایسادیم هیچ کی وای نمیسته. جناب علی ماشینم داداش دیدم داری با خانومم صحبت میکنی، فکر کنم اومدی کمک بدی. ای وای آقا دیدی چی شد؟ ماشین خودم نیست، ماشین رفیقمه، وسیله همراهمون نیست. ببخشید معذرت میخوام. لعنت به این زندگی که از بوق سگ تو اون شرکت کار میکنم با این دلار 85 تومانی که یه ماشین بخرم شرمنده تو نباشم. پسرم مشکلی برات پیش اومده؟ دیدم وایسادی پنچر شدی. من آچارچک زاپاس دارم تو ماشینم، میتونم کمکت کنم.